وقتی آن رسید است که سیاستمداران، رهبران همه حزب و جنبش‌های سیاسی، اهل زیا، شخصیت‌های آبرومند و کل ساکنان این کشور متحد و سرجمع شوند، وطن، دولت و ملت خود را از ناآرامی و پراکندگی نجات دهند. دیگر اینکه مردم را قربان کشمکش و نزاع‌های جاه طلبی و کرسی و منصب کردن کار بیهوده است و عاقبت‌های خطرناک و فاجعه بار دارد. من این سخنها را از تجربه تلخ سالهای 90 تاریخ خلق تاجیکستان میگویم، زیرا یکی از سبب‌های اساسی جنگ شهروندی در کشور ما محض تلاش بعضی سیاستمداران و رهبران یک قطار حزب و حرکت‌های سیاسی برای کرسی و منصب بود.